جاهای دیدنی و جاذبه‌های گردشگری شهر استانبول ترکیه. شماره 1. کاخ توپکاپی استانبول، سفری در دل تاریخ. اگر عاشق تاریخ و تمدن هستید، بازدید از کاخ توپکاپی شما را حسابی به وجد می‌آورد. این کاخ توسط سلطان محمد دوم در سال 1478 بنا شده و از قرن 15 تا 19 میلادی امپراتوری عثمانی از آن به عنوان مرکز سیاسی خود استفاده می‌کرده است. در واقع کاخ توپکاپی در سال 1924 به دستور آتاتورک به عنوان موزه برای بازدید همه آزاد شد. شماره 2. برج گال عطای استانبول، لذت تماشای غروب آفتاب. برج گال عطا که یکی از جاهای دیدنی استانبول است، حدود 700 سال پیش 1384 میلادی و با هدف نظارت بر کشتی‌ها و شناسایی کشتی‌های متجاوزان و دشمنان بنا شد، اما بعدها تغییر کاربری داد و به عنوان زندان از آن استفاده شد. بعدها کاربری دیدبانی پیدا کرد و در تمام این زمانها تعمیر و بازسازی شد. شماره 3. آب‌انبار باسیلیکا از شگفت‌انگیزترین جاهای دیدنی استانبول. این آب‌انبار در قرن ششم و به دستور امپراتور روم ساخته شده و از همان زمان تامین کننده آب ساکنان استانبول بوده است. از عجیب و هیجانی بودن این بنا همین بس که از آن در فیلمبرداری صحنه‌های از فیلم جیمز باند استفاده شده است. برای رفتن به این آب‌انبار بایستی 52 پله به زیر زمین بروید و آب انباری با طول 140 متر و عرض 70 متر با 336 ستون بزرگ به ارتفاع 9 متر را مشاهده کنید. شماره 4. کلیسای چورا. این کلیسا از جاهای دیدنی استانبول ترکیه به لحاظ معماری، کاشی و موزاییک‌های به کار رفته با نقاشی‌های زندگی حضرت عیسی و مریم مقدس بسیار زیبا در ساخت آن ارزش رفتن و بازدید را دارد، چون بازدید از طراحی و سبک هنری بیزانس هم لذت خاص خودش را دارد. شماره 5. میدان هیپودروم یا میدان اسب‌دوانی. این میدان در زمان امپراتوری روم به وجود آمده و بزرگترین میدان اسب سواری جهان شده است. این میدان در منطقه سلطان احمد که از قدیمی‌ترین مناطق استانبول است. شماره 6. کاخ دلما، باغچه میراث دوره عثمانی. کاخ دلما باغچه با نمای بسیار با شکوه و خیره کننده‌ای که دارد جرات میتوان گفت در میان تمام جاهای دیدنی استانبول ترکیه منحصر به فرد است. این جاذبه از جاذبه‌های استانبول کاخ نمایشی 600 ساله به جا مانده از دوران حکمرانی سلسله عثمانی است، چرا که محل زندگی 6 پادشاه آخر این سلسله بوده است. شماره 7. قلعه یدیکوله استانبول، قلعه 7 برج. قلعه یدیکوله در واقع یک شروع خیلی قدیمی مربوط به سال 390 میلادی دارد، زمانی که یکی از امپراتوران رومی دستور ساخت یک قوس بدون دیوار را داد و اسمش را قوس پیروزی گذاشت تا بعد از هر جنگ با افتخار از این دروازه به سرزمینش یعنی قسطنطنیه برگردد. بعد از آن کم کم دیوارهای مرزی اطراف شهر کشیده شدند و این قوس یا همان دروازه طلایی بخشی از ورودی قسطنطنیه شد. شماره 8. حمام خرم، سلطان از جاهای تاریخی استانبول. تاریخ تولد این حمام به قرن 16 و دوران سلطان سلیمان عثمانی برمیگردد. یکی از همسران سلیمان به نام خرم سلطان دستور داد تا کنار مساجد و در اماکن عمومی برای مردم حمام بسازند. این حمام با شکوه و بسیار زیبا که حتی از معماری امپراتوری روم هم الگو گرفته یادگار همان دستور است. شماره 9. کاخ بیلربی از جاهای دیدنی استانبول. در این کاخ گل‌های مگنولیا، گلدان‌ها و چینی‌های عتیقه گران قیمت، لوسترها و ساعت‌های فرانسوی، کنسول و میزهای خیره کننده همگی واقعاً حیرت‌آور و حسادت برانگیز است. بیرون کاخ هم می‌توانید از تماشای کیسوک‌های دریایی، پلکان پشت باغ و تونل قدیمی آن، آلاچی‌ها، مجسمه‌ها، استبل سلطنتی و گل‌های مگنولیای این کاخ که از مکان‌های گردشگری استانبول است هم. شماره 10. برج دختر. این برج سال 410 میلادی بعد از پیروزی ژنرال معروف نیروی دریایی آتن آلکیبیادوس ساخته شده و در واقع یک برج بازرسی به حساب می آمده است. برج دختر پیشتر به اسم برج لئون معروف بوده و اولین فانوس دریایی ترکیه هم محسوب می شود.